من اسمم فرسام هستش و 14 ساله که کانادا هستم. از مونترال وارد شدم و کلا بیس کاری من دانشگاه شهید بهشتی رادیولوژی خوندم و از طریق همینم وارد کانادا شدم. همین کارم هستش، مدیکال ایمیجینگ، و سال 2000 تصمیم گرفتم که ریالتورم بشم و از اون به بعد دیگه ریالتورم هستم، ولی کژوال توی بیمارستان لنسگیت هم هستم. شاید بعضیا آشنا بشین، اگه MRI انجام داده باشین من اونجا MRI انجام میدم. بحث شیرین پریستل، همونجوری که میدونیم همه ایرانی‌ها دوست دارن که خونه خودشون رو داشته باشن و اجاره‌نشین نباشن، حالا چه تو ایران چه اینجا. و یه چیزی تو پرانتز اول بگم، ادامه همون صحبتی که شما گفتیم ملک همیشه. ببین الان دولت کانادا، جمعیت کانادا 36 میلیون هستش و 40 میلیون زیاد میشه. خدا رو شکر جاستین ترودو که در باز کرده ما همین که بیایم. بعد پلن دارن که بشه 70 میلیون و خب این 70 میلیون اسکان لازم دارن. اگه نگاه کنید تو همه شهرها، مثلا نورت ونکوور، برنابی، ریچموند، همینجوری دنسیتی داره میره بالا. بدون که توجه کنن آیا اون محل اصلا جمعیت این همه جمعیت رو پذیرا هست. همین نورت ونکوور خودمون رو ببینین، اصلا این دو تا پل دیگه واقعا جواب نمیده. راشاور قبلا که ما اومده بودیم مثلا یه نیم ساعت بود، الان شده 2 ساعت. میخوایم بریم بیرون از شهر باید پلن کنیم. ولی anyway همینجوری ادامه داره، هیچ مشکلی وجود نداره واسه اینکه همه جا بسازن. مشکل ونکوور این هستش که ما لند نداریم، مثلا از شرقمون که غربمون اقیانوس، پایین USA، بالا آلاسکا، میمونه همین جنوب شرقی. یه سری زمین‌ها که اصلا نهایشون کشاورزی هست، اصلا اجازه ساخت نداره، جزء منابع استانی حساب میشه. ولی همونایی که میمونه دیگه بهتره که حالا بهشون اجازه میدن که ساخت و ساز بشه، دنسیتی بشه. همونجوری که شما فرمودین، داشتن لند توی نورت ونکوور، نورت برنابی، کوکیتلام، اینا همه در آینده خیلی به نفع افرادی هستش که الان یه خرید ملکی رو انجام میدن. حالا سوای از اینکه میخوان پریسل انجام بدن یا ریسل انجام بدن. همین بریتیش کلمبیای خودمون، بریتیش پروپرتیز خودمون، قبل از سال 2014 خونه ها دونه $300,000 بود. من دخترم همون جای خونه داشته، الان شده 6-7 میلیون. بدون که اصلا کاری بکنم. یه دفعه 2014 مارکت عوض شد. من خودم یه اشتباهی که کردم، تو مونترال بودم، پسر خالم گفت بیا اینجا یه خونه بخر. گفتم حالا میام حالا که میام که اصلا ملک شده کلی خیلی رفته بالا. منظور اینه که 2 سال پیش بورد ریال استیت توی جلسه که واسه ریالتورا داشت میگفتن که 10 سال آینده نورت ونکوور میشه مثل بریتیش پروپرتیز. اصلا زمینا همینجوری میره بالا چون تمدید لند هستش و شما هر چه زودتر خودتون رو بندازین تو لوپ خریدن خونه، پریسل یا هر چیز دیگه، به هر حال بردین با توجه به جمعیتی که داره سرازیر میشه تو ونکوور و بریتیش کلمبیا، به خاطر اینکه خب خیلی مهاجرا اصلا آب و هوای مونترال و تورنتو و جاهای دیگه اصلا دوست ندارن. اینجا اصلا واقعا خیلی بهشته، دوست دارن بیان اینجا. فرهنگ آپارتمان نشینی رو دارن اصلا کلا میبرن بالا. کل مثلا سیستم پالیسی سیتی ها هستش. مثلا دیولپرها میگن که واسه یه خوابه ها و مثلا استودیو بعضیشون اصلا پارکینگ نمیذارن، ولی مثلا بایسیکل پارکینگ مثلا دارن، به خاطر اینکه دارن مثلا هی فرهنگ این که با جمعیت داره زیاد میشه میخوان ترافیک رو کنترل کنن. و اسکای ترین، نقشه‌های شهرداری که میبینید از دانتان میره تا ته لنگدی، بعد از لنگدی پروژه‌های خیلی بزرگ که یه دفعه میبینیم مثلا یه دیولپری داره میگه مثلا فلانجا بیاین بخرین، همه میگن او مثلا بلنشین بریم تو مثلا یه جای هومه، اون هومه قراره بشه دانتان. خیلی هم طول نمیکشه که این اتفاقا بیفته. مثلا همین نورت برنابی، برکیتلام ببینید یک دفعه چقدر داره میره بالا. همینجوری پریستل‌های خیلی زیاد دسترسیش هم که خب خیلی خوبه به هایوی، مثلا ایرانی نشین هم داره میشه. بعد از اون میریم یه ذره عقب‌تر کوکیتلام هستش، بعد پورتمودی. من رفتم یه جا تو پورتمودی یه پریستل برای یه نفر با خانم اینجا که وسط جنگل بودم، آقا نگاه نکن این بعدا بیشتر اصلا به قول معروف الماس این قسمت، به خاطر اینکه نقشه ها مشخص میشه. وقتی میریم برای پریستل بخواین ازشون بهتون میگن که در آینده اینجا اینجوری میشه، اونجا اینجوری میشه، اینجا اینجوری میشه. شهرنشینی مثلا سیویلیزیشن همه چی داره زیاد میشه. برای همین اگر که دوست دارین زودتر خودتون رو توی قضیه خونه درگیر کنین، کار درست میکنین. حالا این دیگه با خودتون هستش که دوست دارین مثلا پریسل بخرین یا دوست دارین خانه بخرید، مورد سینگل فامیلی یا حالا آپارتمان، هر چیزی یه چیزی رو به هر حال
باید خریدش زودتر. حالا مزایای پریسل چی هستش؟ این هستش که مثلا شما منشن کردین که چیزی که الان شما دارن میدن به شما کلکولیشن 4 سال دیگه است. من تو بعضی پریسلا که خیلی گرون هستش درسته، ولی بعضی پریسلا همین الان هم قیمتاش مثلا واقعا خیلی خوب هست. مثلا الان یه دونه 60 طبقه داره میاد تو وسط دانتان که حالا اون آرشیتکتش کسی هستش که برج العرب دبی ساخته. خیلی گرونه. مثلا کمترین فلور پلنش، کوچیکترینش $980,000 هستش. ولی جالب واسهتون میگم 2 ماه بود که سلشون شروع شده بود، بهترین کورنر یعنی بهترین ویو توسط تمام ایرانی‌ها سولد شده بود. ایجنتش میگه من نمیدونم چرا همه ایرانی‌ها دارن میخرن، گفتم برای اینکه اینا نمونه کار دیدن میدونن چی دارن میخرن. سه خوابه، یه واحد سه خوابه 1200 اسکوئر فوتیجی یعنی در حقیقت 100 متر 3,500,000 خیلی گرونه. خب حالا این شاید واقعا گرون هست حالا به خاطر اون فیچرهایی که داره میذاره، ولی بیشتراشون وقتی شما بخرین کامپلیشن دیت بشه و دریافت بکنین خونه رو، اگه 2 سال توش بشینین 3 سال بشینین اجازه بدین اون منطقه‌ای که پریسل توش هستش قشنگ رشد بکنه، شما با سود میتونین بفروشین. اون گرافتی که شما برداشت در ریال استیت بود من برداشتم، نمی‌دونم شما برداشت نشون میدم. توضیحاتم موفق بود. من خیلی خلاصه و بریفلی مثلا درست کردم چون بحث کلا ریال استیت خیلی گسترده است، هم توی پریسل هم توی مثلا ریسل اون چیزا. فقط در حد مزایا و عدم مزایا خیلی مثلا کلی که بعد افراد بدونن، وگرنه که تو ریزش بریم خیلی چیزای دیگه هم هست که آدم میتونه بهش منشن کنه. یکیش همین بحث قیمت هستش. شما اون چیزی که الان میخرین همه پریسل‌ها تقریبا دیگه 2 سال مینیممشه که تاریخ تحویلش هستش. 2 سال، 3 سال، 4، 6، 7 هم داریم. 100% تو 7 سال دیگه قیمت‌های همیشه قیمت رو بالا بوده. غیر از اون چیز دیگه یه گرافت دیگه هم وجود داره. از سال 2000 اومده نشون داده که بازار مسکن همینجوری داره میره بالا. یکی دو دفعه یه سکته داشته، همون 2014 بوده و همین پندمیک بوده، وگرنه همیشه رو به بالا هستش. همیشه کسی که ملک داره برنده است. اصلا شک نکنید. قیمت ها هم وقتی که شما چجوری میتونید مثلا روی پریسل فکر کنین که این میتونه برای من اینوست مثلا ایجاد بکنه، شما در هر صورت برنده ای. خونه رو میگیری خودت میشینه، اگر که دارین مثلا اجاره رو میدین، خونه رو میگیرین اجاره میدین، مورگیجش در میاد، ارزش افزوده خونه‌تون میره بالا و در نهایت بعد از 4-5 سال میفروشینش. ولی نذارین خیلی دیر بفروشین چون ساختمون بالاخره دپریشن داره، ساختمون شروع میکنه به اوج شدن و این چیزا. و دسترسی زود هنگام داره. مثلا ما رفتیم یه جا خرید کنیم، رو هر پلنی دست می‌ذاشتیم میگفتن که این فروش رفته. اگه واقعا یکم مزایای پریسل اینه که شما میتونید زود بفهمید کجا وقتی پلن داشته باشین بخواید بخرین، میگه من تو این منطقه میخوام مثلا این دیولپرم خوب هستش، میرین بهترین پلن‌ها رو، بهترین کورنرها رو، اون چیزی که میخواین تو بهترین طبقه برای خودتون انتخاب میکنین. این هم یکی از مزایای هستش که اون چیزی که دوست دارین رو میتونین راحت خودتون تو پریسل انتخاب کنین و بگیرین. یکی اینکه مثلا تو ذهنم اومدش برای اینکه برین سراغ دیولپرایی که خوشنام هستن. حتما دیولپرها وبسایت دارن، میرین مثلا میبینین این داره تو کلگری، تو تورنتو، تو شهرهای بزرگ واقعا داره میسازه و همینجوری در حال کامپلیت کردن هستش. خبر بدی ازش تو مارکت نیومده، ولی خب هستن یکی دو تا هم که کلاپس شده، اصلا بانکراپت شدن، نتونستن مثلا ببندن و تحویل بدن. این قرارداد پریسل که اعلام میشه، شما مثلا 40 صفحه هیچ کی حوصله نداره اینو بخونه ببینه داستان چه، حتی مثلا به وکیلم بدین وکیل میگه اوکی چیزای مهمشه که در نظر بگیرین، فقط باید بدونید چه حقایی دارین. البته که هیچ حقی نمیدن به ما، فقط میگن که یادتون باشه اگر وسط داستان که هنوز دپازیتتون تموم نشده بخواین بگین دیگه نمیخواین، هر چی پول دادین از دست میره و احتمال داره که شما رو بفرستن کورت و یه فایندی هم ازتون بگیرن. این دیگه ورست کیس سناریوی پریسل هستش که میرین کورت یا بعد پولایی که دادین همش از دست میره. خیلی باید نگاه کنین که وقتی شما یه دونه پریسل رو میخرین آیا تو اون تایم میتونین پرداخت کنین یا نمیتونین پرداخت کنین. حالا من همش دارم میرم بالا پایین، اینا رو بریم پایین‌تر. از این که گفتیم ارلی اکسسش هم که میتونین اون موردی که خودتون دوست دارین با فلور پلنتون بگیرین. سرمایه‌گذاری بالقوه‌اش هم که همین است که گفتیم که در نهایت خریدن
پریسل در دراز مدت واقعا میتونه به نفع همه باشه. بخریم بفروشیم خیلی سود زیادی نمیکنیم، حداقل 2 سال 3 سال باید بزنیم بگذره که اون منطقه‌ای که اون ساختمون توش ساخته شده یکم رشد خودش رو بکنه. اکثرا تو مناطق رو به رشد داره ساخته میشه، ولی تو همین نورتوان بخوایم سریع فروش میره، گرون هم میره، بستگی به منطقه‌اش داره. ولی مهمترین معایبش، چون بالاخره مزایا رو همه میدونن ولی معایبش همین چیزاست، همین چالش‌های تامین مالیه. به من زنگ میزنه مثلا طرف میگه آقا من میخوام پریسل بخرم، کی باید برم سراغ مورگیجم؟ البته شما همتون خودتون سلف استادی داشتین، همه چیو میدونین. معمولا برای تامین مالی شما موقعی که 3 ماه مونده به کامپلیشن دیت باید فکر کنین که دیگه مورگیجتون رو چجوری میتونین اپروو کنین و بگیرین. ولی مهمترین چیز اینه که شما بدونین که در نهایت با کاری که الان دارین چقدر میتونین خرید کنین. مثلا نگین حالا 5 سال دیگه من میخوام این دیل رو ببندم و تو 5 سال دیگه خب حتما میتونم یه مورگیج خوب بگیرم. مثلا اگر شما کار دولتی دارین در ماه میدونین که $6000 همیشه دارین حقوق میگیرین، همین الان میتونین با این مورگیج بروکر صحبت کنین، ببینید آقا مثلا من با چه قیمت آپارتمانی برم جلو، با 1 خوابه برم، با 2 خوابه برم. این یه حدودی شما داشته باشین از این خریدتون و اینکه ببینین که این پریسل دپازیتش چجوری داره پرداخت میشه. معمولا همه نرمش اینه که بین 5 تا 20% دپازیت میگن پرداخت بشه، ولی الان چون انقدر دیولپر اومده کامپتیشن بینشون زیاد شده، بعضیا میگن 5 تا، بعضی میگن 5 تا الان، 5 تا سال دیگه، 5 تا یه سال دیگه. معمولا توی بازه زمانی 2 ساله بین 5 تا 20% از پول اصلی رو شما باید پرداخت بکنید و با توجه به اون اطلاعاتی که مورگیج بروکر بهتون میده، مثلا میگه شما با شرایط مالی الانتون مثلا ماکسیموم اینقدر مورگیج اپروو میشین. حالا شما شاید تو ایران پول داشته باشین، شاید همینجا تو حساب پول داشته باشین، میدونین که چقدر اکوئیتی دستتون هستش، با توجه به اون انتخاب میکنین که چند خوابه بخرین، چجوری بخرین و کجا بخرین که به پولتون برسه. این خیلی قضیه مهمی هستش که بدونین که میتونین این قضیه رو ببندین. درسته که حق اساین به شما میدن که میتونین شما به یه فرد دیگه اینو به اسم یه نفر دیگه بزنین، ولی دیولپرها اصلا خوشحال نیستن. همون لحظه هم که شما دارین قرارداد رو میبندین میگن ما اساینمنت داریم میتونیم، ولی روز اساینمنت مثلا شاید شما باید 10,000 5,000 معمولا تا 5,000 تا بیشتر پول نمیگیرن برای اساینمنت و اجازه دادن، اجازه نوشتنیه، یعنی واقعا باید این رایتینگ باشه، اون چیزی که دیولپر میگه شما میتونین اونها رو اساین کنین. در نهایت میدن ولی با یه قلمه پیپر ورک اصلا امکان پذیر نیست. چون من وقتی شروع کنم سرچ کردن واسه خونه یه قلمه چیز میاد تو MLS بالا که اینا پروژه های اساین هستن، کسایی که خریدن و نتونستن ببندن. واقعا این تبلیغاتی که تو سوشال مدیا میشه، همه همکاران من میان میگن چرا مورگیج صاحبخونه‌تون رو بدین، بیاین مورگیج خودتون رو بدین، بیاین پریسل بخرین. اینا همه درسته ولی ناخودآگاه یه نیاز کاذب تو دل همه میندازه، وای من اصلا هنوز خونه نخریدم، وای چرا من برم یه پریسل بخرم، مثلا مد شده. این حتما با دقت کامل برین جلو، مطمئن باشین که مثلا میتونین این دیلو کلوز کنین. چرا بعداً یه استرس اضافه به خودتون و خانواده بیارین که حالا بریم اساین کنین؟ اگه اساین نشه چی تا کامپلیشن دیت؟ الان مثلا من با ریمکس به ونکوور کار میکنم، یه جایی رو گذاشتن واسه اساین مال یکی از بچه‌هاست و حتی منیجر ما چند وقت یه بار تو گروه میزنه، همینجوری دارن تون میگن یکی بالاخره پیداش اینو بخره. اگه نشه چی؟ اگه کسی نتونه اساینش کنه چی؟ بالاخره شما رسیدی سر کانترکتتون و میتونن ازشون فرجه بگیرین یه ماه دیگه، ولی هی باید فاین بدین و در نهایت کلی استرس گرفتین و اصلا تجربه بعدی از خرید پیش خرید میتونید تو ذهنتون باشه که هیچ وقت دیگه سراغش نرید. در همین حتما مطمئن باشین میشه خرید کرد، میشه بستش، پول هستش. حالا مثلا 200,000 تا میذارین، 800,000 تا وام میگیرین، میگن اپروو میشین، تو روز کامپلیشن دیت شاید هنوز شما 200,000 تا نقد دیگه دارین، اضافه کنین رو پولتون 600,000 تا وام بگیرین، چرا بیشتر وام بگیرین. این کارا بازیایی که برای مورگیج بروکرها هستش انجام میدن. یه چیزی که تو پریسل خیلی چیزای معایبش حساب میشه، یه روز من تمام این قراردادا رو میخوندم، یه چیز خیلی ریز، یعنی با کوچکترین فونت ممکنه که اصلا ممکنه فکر کنم یه لاینه اینجوری هی مگنیفای گلاس گذاشتن این چی داره میگه که مثلا میگن که ما داریم از اپلاینس
آلمانی استفاده میکنیم، از فلور پلن ایتالیایی استفاده میکنیم، ولی یه دونه بند همیشه اونجا هستش که اگر که ما نتونیم این مثلا فیچرهایی که به شما گفتیم نتونیم براتون ارائه بدیم، ما حق اینو داریم که از آلترناتیواش استفاده کنیم. و شما یه دفعه میرین تو خونه سورپرایز، ای بابا قرار بود که مثلا بوش باشه که چرا مثلا فلان چیزه، میگن خب آخه نتونستیم، بازار عوض شد، مثلا اون فکتوری اصلا چیز شد، بانکراپت شد، دیگه اصلا وجود نداره همچین چیزی. اینا این حق رو واسه خودشون میذارن که یه دفعه سورپرایز نشه. یه چیز دیگه از معایبش اینه که شما تشریف میبرید تو شوروم. معمولا شوروم‌ها خیلی قشنگ دیزاین میشه. من خودم همیشه اینترست میشم، مثلا میپرسم این اینتریور دیزاینرتون که بر روزی که خودم بخوام خونه‌مو دیزاین کنم میپرسم اینقدر قشنگ نورپردازی میکنن و خیلی قشنگ میچینن و یه سری چیزا رو به دیوار میچسبونن و طرف فکر میکنه واقعا همین شکلی داره میخره، سوای از مثلا فرنیچر، در صورتی که تمام چیزایی که به دیوار هست، مثلا یه چیزای چوبی گذاشتن، این تلویزیون رو بهش وصل کردن، اینا اصلا رو هیچ خونه‌ای نیستش، خونه رو کاملا خالی میدن. 2 خوابه و 3 خوابه توی پرزنتیشن روم درست میشه، هیچ وقت مثلا یه خوابه یا به قول معروف استودیو وجود نداره. شما باید قدرت ایمیجینیشنتون خیلی قوی باشه. وقتی که فلور پلن رو می‌بینین مثلا بگین اوکی پس خونه من اینجوریه، تو ذهنتون اون چیزی که می‌بینین شاید با اون چیزی که تو واقعیت مثلا بخواید ببینین فرق می‌کنه. یکی اینکه حتما واک ترو بکنید تو اون منطقه‌ای که داره ساخته میشه. یه دونه پروژه من رفتم، البته اصلا ایرانی هم نیستن، اصلا اینجا هم نیستن، ولی همون تو گرانویلن، خیلی گرون، در حد همین ملنیوم خودمون، ولی واسه اون منطقه خیلی گرونه و همه چی رو سوپر لاکچری و سوپر های تک داره میسازه. و من دقیقاً 2 شب پیش بود داشتم از خیابون فیر میمدم پایین که برم از زیر پل گرانویل برم تو خیابون 4 زیر پل یه دیدم نوشته که ایتالیا با سولترا، یه دیدم این دقیقاً داره کنار پل میاد بالا، یعنی مثلا طبقه دوم سومش قشنگ اینجوری موازات پله. کی دوست داره مثلا بشینه توی آپارتمانش بعد ماشینا رو همینجوری ببینه؟ این چیزا خیلی مهمه که شما بدونید دقیقاً اون ساختمون لوکیشنش کجاست، نزدیکش چه چیزایی هست، چه نمایی میتونه داشته باشه. بعد یه دفعه آخرش سورپرایز نشین. یا یکی از دوستان من تو همین گرین ولی کریستال خریده بود، بعد میگه که اون موقع اصلا مشخص نبود که در دستشویی که باز میشه در اتاق خواب دیگه باز نمیشه یا وایس ورسا، اصلا یعنی میگه که ما همش در حال درگیری با این دو تا در هستیم، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. یه همچین سورپرایزای خب توی سورپرایزل البته که همیشگی نیستش، ولی خب جزو معدن مزایا حساب میشه دیگه که نمیدونین که چی میخواد در نهایت بهتون بدن. این که رفتیم سورپرایزایی که وجود داره بهتون یه چیزایی نشون میدن، یه چیزایی دیگه تحویل میگیرین و در نهایت باید همینجوری که ایشون گفتن شما یه خونه رو قیمت میگیرین، میگین اوکی من میرم $800,000 میخرم، روز تحویل میگن که اوکی $800,000 قیمت خونه است به اضافه 5% جی اس تی تکس. چند درصد؟ 5%. یعنی چقدر؟ $40,000. ای بابا $40,000 بیشتر بشه. پروپرتی ترانسفر تکس هم تازه هستش. یه دفعه می‌بینین شما خریدتون یه دفعه $100,000 گرونتر شد، در صورتی که شما پلن کردی $800,000 مثلا وام بگیرین و اینا. و همینطور خیلی دقت کنید روزی که دارن کانترکت می‌نویسن، مثلا میگن که مثلا میخوای از این استیم شابر رو بذاریم براتون دم در، میخواین مثلا بایک روم مثلا هم که شما گفتین $2,000، پارکینگ اضافه $10,000، نه چی همینجوری اینا لیست میشه. اینا روز اول باید گفته بشه به شما. شاید یه جایی لایق کانترکت باشه ولی قیمتش رو نگفته باشن، ولی حتما با دید باز برین موقع خرید بپرسین اگه فلان چیزو دارین، اگه دارین چند. مثلا نگه که لاکر، ما فکر میکنیم لاکر میاد رو همه خونه ها، بعضیا واسه اون لاکرشون باید پول بدن و یه دفعه سورپرایز میشن ای بابا این $10,000 چیه؟ ما لاکر دیگه ای چرا نگفتین؟ مثلا همینجوری که ایشون هم گفتن واقعا یه عالمه چیز هستش که دونه دونه از همش پول میگیرن، ولی تو کانترکت مثلا اینجوری بعد اون به قول معروف ایجنت شما بپرسه و شما بعد ازش بخواین. یه موردی بودش که دو پسر خاله من خودم سال‌ها پیش اینجا خرید کرده بود، بعد من وقتی که ریال استیت ایجنت شدم رفتم جایی گفت با اینو نری و اینا کلا بردارم، گفتم چرا این اومد طرف به ما خونه خوب میتونین اساین کنین، بعدا ما رفتیم نتونستیم اساین کنیم، به ایجنت گفتیم چرا نیومدی، چرا ما نمیتونیم اساین کنیم، تو به ما نگفتی. میگه من نگفته باشم این قرارداد امضا نکردی، خودت می‌خواستی بخونی. بعد دیگه مثلا بینشون کانفلیکت پیش اومده بود
مثلا اینجوری نیستش که بخواین همش از اون ریلتورتون بخواین همه چی رو که این چه جوری میشه اون چه جوری میشه، ازش بپرسین آیا همه چی رو به من گفتی، بندازینش تو استرس، مطمئن باشه که همه چی رو بهتون گفته که بعداً در آینده مشکلی واسهتون پیش نیاد و با خیال راحت همه چی رو امضا کرده باشین. اگه چیزی رو نمیدونید بخواین که واسهتون توضیح بدن، برای اینکه انقدر سریع این قضیه مثلا کانترکت باز میکنن الکترونیکی، اینجا رو امضا کن اینجا رو امضا، آخه اینا چیه من باید امضا کنم؟ میشه واسم توضیح بدین؟ وظیفه ریال استیت ایجنت شما هستش که اینا رو بدونه خط به خط، واسهتون باید توضیح بده. اصلا همینجوری امضا نکنید. اصلا جالب نیست دیولپرها کانترکت رو نمیدن. یعنی شما اگه بخواید که نگاه کنی میدن همونجا که شما اگه برید مثلا توی شوروم میدن همونجا نگاه کنی، ولی کی که همونجا وایس 40 صفحه بخونه نمیده، اصلا نمیذارم ببینید چرا بهتون 7 روز چیز میدن. میگن که این کانترکتی که الان شما امضا کردی 7 روز طول میکشه که فرم بشه. اینو یعنی که شما تو این 7 روز وقت داری که بری خودت بخونی، بری وکیلت بخونی، یه نفر که بلده. زیر 7 روز میتونی بگی آقا این $10,000 من روزی که شما حداقل از دو پا یه پا تو قرارداد اشکال نداره. چون شما ولی مثلا شما نخواید چیز ساین کنی، شما وقتی که میری روزی که میخوای ساین کنی $10,000 بانک درفت بهتون میگن بدین حتما که اینو واسهتون رزروش کنن. 7 روز رزرو نگه میداره تا شما بقیه مثلا دپازیت گفته $50,000 بدین، میگه 10,000 تاشو اول به عنوان بانک درفت بده روز اول که قرارداد امضا میکنی و 40,000 تای دیگه شو 7 روز دیگه بده. شما وقتی 40,000 تای دیگه رو دادی حتی به زبونم نگی یعنی قرارداد فرم شد. اگه ندی قرارداد فرم نمیشه، تموم میشه و 10,000 تای شما برگشته. قرارداد رو میدن که ببری خونه. آره قرارداد اصلا واسه شما ایمیل میشه میگه congratulations for your new sale new purchase یا بعدا میتونین بخونینش همونجا امضا میکنین. ولی خب واقعا 40 صفحه وقت نیستش که، ولی شما میتونین بپرسین دیگه، الان میدونین برای لاکر پول میگیرن، واسه بایک روم پول میگیرن، واسه بپرسین که استوریج چقدر همون لاکر و استراتافی میشه هزینه شارژ. مثلا میگن که 50 سنت بر اسکوئر فوتیج و ازشون بپرسین این اسکوئر فوتیج یعنی اینترنال مثلا توی خونه یا قسمت‌های مثلا چیزام حساب میشه، بالکنیتون هم حساب میشه. اینا رو بپرسین کلکولیت کنین یا فیس تو پریز نشین. $600,000 در ماه مثلا باید شاید پول مثلا شارژ آپارتمان رو بدین. بله ولی خب به هر حال باید همه چی هر چی بهتر دیسکلوزر بشه، بیشتر همه چی باز بشه خیلیتون راحت تره. خیلی مورد هستش که هموطنان واقعا خیلی ضربه خوردن از این قضیه پریسل، برای همینه که اکثرا میگن که نه پریسل خطرناکه. نه اگه پریسل رو با دید و به استراتژی درست برید همونجوری که شما فرمودین بهترین سرمایه‌گذاری هست، مخصوصا اگر که آدم هنوز نمیدونه که حالا شما نیوکامر هستین تازه اومدین مثلا حتما حالا ورک پرمیت هستین میخواین یه خریدی انجام بدین، بعد مطمئن بشین که یه چیزی رو انتخاب کنین که تا میشه دور باشه که مطمئن باشین PR میشین. چون قانون جدیدی که گذاشتن که اصلا خارجی‌ها که نمیتونن خرید کنن در نهایت هم اگه بتونن خرید کنن 20% کل پرایس شما باید تکس بدین، فارین تکس. یه چیز خیلی دور انتخاب کنین که مطمئن بشین میخواین. بعد برای کسایی که کم پول دارن نمیتونن هنوز با مورگیج نمیتونن اپروو بشن به اینجوری که خونه بخرن، بله پریسل خیلی بهترین چویس هستش. میدین کار میکنین جوونین 5 سال بعد میتونین قشنگ رو مورگیجتون کار کنین تو این 5 سال و در نهایت دیلتون رو کلوز کنین. اگه سرمایه گذاری میخواین خودتون نمیخواین توش بشینین برین جاهای دورتر مثلا لنگلی، میپل ریج، خیلی چیزا داره میاد. از ویسلر تا کلونا همینجوری پریسل هستش. حتی یه زمانی کلونا خیلی رو بورس بود و قبل از اون آتش سوزی که پارسال انجام شد اصلا من خیلی از اینوستورها میشناختم که رفتن اون سمت یه عالمه سرمایه گذاری کردم. تو همین ونکوور خودمون یه خانواده‌ای رو میشناسم 3 تا خانواده با هم 20 تا پریسل خریدن فقط به خاطر سرمایه‌گذاری و اینکه بعدا میخوام بفروشمش و اطلاعات محدود اون که باید همش دقیقاً همه چی رو بپرسیم، همه چی رو از ریلتور یا از دیولپر. رو اون 7 روزی که امضا کردین بانک درفت دادین اون 7 روز واقعا مهمترین 7 روز میتونه باشه که بعدش دیگه هیچ پشیمونی یا بعد میگیرینش نمیگیرین. خیلی ها شدن اومدن امضا کردن با پس دادن گفتن نمیخوام تموم شده. یکی از داونسایدش خود GST هم هست. آره دیگه GST زیاده. GST رو هرت میشه رو مورگیجه یعنی این بطر فقط پراپرتی ترانسفر تکس و باید کش خودتون هم آره
و زیر 500,000 دلار. ولی شما تو ریسل ندارید دیگه. 500,000 GST درسته؟ تو چی؟ تو ریسل GST. نه شما فقط جنس نو که میخریم